سلام خدمت همه همراهان پیج ویندوز تایم. البته هنوز همراه نداریم چون اولین ویدیومونه، ولی به زودی میگیریم، خیالتون راحت. آقای ویندوز اومده، خیلی ویندوز خوبیه، یعنی به گفته خیلی حتی بهترین ویندوز تاریخه. یعنی توی 35 سال عمر ویندوز این بهترینشون بوده دیگه. این ویندوز مال سال 2001، ویندوزی که بعد از یکی از تباهترین بدترین مثلا ویندوزهای تاریخ اومد که شد بهترین ویندوز تاریخ، ویندوز ایکس پی. دیگه فکر کنم با تصویر این بک‌گراندش که واقعا فکر کنم تنها ویندوزی بود که بک‌گراندش یا رنگ نبود یا خود که لوگو و آرم خود ویندوز نبود. نمیدونم، اگر اینجوری نیست تو کامنت بنویسید. خب بریم برای بررسیش دیگه. اول که بگم ویندوز کاملا 0 کیلومتره، هیچ استفاده هم نشده، همین الان نصب شده، اونم برای تست. اولین سطل آشغال میبینی که نمیدونم چرا تو ویندوز ایکس پی رو آوردنش اینجا، من نیاوردنش، خودشون بود واسه همه اول بوده. تو ویندوزهای دیگه اینجا بود، ما میاریم اینجا. عادت کردم دیگه، ما عادت کردیم. خب گرافیک رو نگاه کنید، طراحی تسک بار و منوی استارت. مثلا استارت با اون استارت سبز و تسک بار آبی اون زمان که الان 2021 20 سال پیش خیلی بود، مثلا تاریخ خیلی خفنی داشت. اون زمان ویندوز قبلیشون که دیگه یه چیز داغونی بود. خب ببینیم سوالاتش رو، منو استارت باز میکنیم. خیلی خوب، این از استارتش که سوالات باز شدنش هم حالا بدی نیست. خوب این سوالاتش تست کنیم دیگه، مثلا مای کامپیوتر باز کنیم. خب بود اگه میشونم برم توی دسکتاپ که دونم سریعتر کارش کنم. نه سرعت ببینید خیلی سرعت خوبیه. حالا دو دلیل داریم که این ویندوز ایکس پیه، دلیل دیگه هم اینه که خالیه. درایو سی شما نگاه کنید، این قما فهمم مای کامپیوتر باز کردم اصلا خالیه، 9 گیگ خالی داره. خب از 12 گیگ 9 گیگ خالی داره، یعنی 80% خالیه. خب 80 نه، 70 60 که نه، هم حدود 80% خالیه دیگه. حالا بتونم مشخصاتش نشون بدم، دلیل بعدی رو میگم دیگه. آقا دلیل بعدی اون کنترل پنل باز کنیم، مشخصات اینو ببینیم. اگر اشتباه نکنم چون یادم نمیاد، آره سیستم خدا رو شکر دور رفت. برام نگاه کنید، رم 1 گیگ رم داره کلا، و دلیل اینکه سریع میاد 1 گیگ رم که خیلی کمه با پارامترهای امروز، رم 8 پایین به حساب میاد. یک دلیلش میتونه این باشه که ویندوز ایکس پی کلا 128 مگ رم میخواست. 128 مگ الان ببینید ناسا انسانو با 4 کیلوبایت رم فرستاد فضا. الان باز بودن یه تب تو کروم و فتوشاپ 16 گیگ رم کافی نیست. چی شد اینجوری شد؟ انسان بفرستی فضا بعد یهو اینجوری بشه. برای یه بررسی کلی تو مایت ویندوز ایکس پی هم داشته باشیم. هنوز اول ویدیو ها چقدر گذشت؟ اوه هنوز اولش. چیه بریم برنامه چی داره؟ خب یه سری فولدر داره اینجا، اینه که آپدیتاشه، نمیدونم این چیه، نمیدونم برنامه هم نداریم روش باز کنیم. آخه سرعت ایناش ببینیم 0 اینا که برنامه خود ویندوز. این برنامه اینجاست که اوه این برنامه های اصلیتون ماشین حسابش باز کنیم. این بچه ماشین حساب ویندوز ایکس چی شد؟ مثلا 25 ضرب در 60 چطوریه؟ بدی نیست، ماشین حساب قدیمی. دیگه چیشو برم؟ که حالا اون موقع ریموت دسکتاپ هم بوده نمیدونستم. اینجا باز خودی فولدر زیاده.
یعنی نه اصلا ابزاراش چی هن؟ اینا رو بازی داره بیشتر میدونم. اینا همه ابزار همه اینا ابزار ویندوز ایکس پی هن. اینجوری برنامه اینا برنامه هاشن. مثلا این که دیگه فکر کنم کلا تغییر نکنه، فقط شکل اینا تغییر ایجاد بشه، همون علامات بالا. کاماند پرامپت دیگه سی ام دی ویندوز توضیح بیشتری هم نداره. کجا بودم؟ نوت پد ویندوز هم بدون تغییر کرده باشه. ولی پینت ویندوز که اون تست کردم خیلی با پینت ویندوز امروزی فرق داره. مثلا تا چند سال پیش من کل کارم با ویندوز این بود، موقع ویندوز 7 هم بود، ویندوز هم 7 بود اون موقع. ولش کن، کل کارم ویندوز پینت بازی رو نقاشی میکشیدم با پینت ویندوز. این پینت ویندوز ایکس پی خیلی فرق میکنه با پینت ویندوز امروزی. هیچ صدایی بود؟ نه سیو نمیخوام بشه. خیلی ممنون. چی داره این ورد پدش رو ببینیم، هیچ فرقی نکرده. لنگویج من که همونه، انگلیسی فارسی نیست. کیبوردم بدی نیست. لطفاً لایک کنید دیگه، تو رو خدا. واقعا خودم میکشم یا ویدیو میذارم، لایک کنید. من تو یوتیوب دیدم معمولا لایک نمیکنین، کامنت خوب زیاد میاد، لایک رو نمیکنین. فکر کنین اینستاگرام لایک دکمه لایک هم بزنین دیگه. ولی بازیش چقدر بازی داره. ویندوز 10 چند تا بازی داره؟ فکر کنم یه دونه داره. چه مثلا نمیدونم اینا چیه این بازیاش. چرا اینو میدونی مینه بازی کلا بر حسب شانس شده میره، اصلا یه باخت. همینه دیگه. کجا بودیم؟ اینا امپتی فول. خیلی ممنون. و سرطان خالص کارم نمیکنه. فایرفاکس روش میریزم کار میکنه، اینترنت اکسپلورر کار نمیکنه. بعدا نمیتونه ورسی برادر ببندم تو کار نمیکنه. مثلا من یه سایت رو میذارم باز میکنم، صندلی من چقدر صدا میده امروز. آقا گوگل دات کام میذارم، من بعید میذارم بیاره. حالا اگر فایرفاکس رو بیارم، اگر فایرفاکس رو بذارم نصب کنم نصب کنم میاره. اوورد ندیده بودم کار کنه. به سایت دیگه هم میزنم، مثلا دیجی کالر بزنیم. البته چون فیلتر شکن دارم یه ذره سرعتش ممکن پایین باشه، اگه بیاره. یه دست کنیم دیجی کالر دبلیو داتم دار. کلا بدون این www دات هم میان دیجی کالر، چرا نمیاد؟ کلا نمیاد. یوتیوب چی؟ youtube.com. سه سال بعد این موقع شب، الان که ساعتی یوتیوب اوورد بینگش هم داره کار میکنه. خیلی جالب بود. این موقع شب مثلا 1 شب، الان ساعت که این پایین هست 1 نصف شبه. چرا ادامهش کنم؟ بله. حالا به نظر میاری همینجوری بارم اینترنت اکسپلورر بدبخت. اینترنت اکسپلوررش اگر اشتباه نکنم 9 نه نمیدونم، فکر میکنم اینترنت اکسپلورر 9 داره. مثلا یوتیوب اوورد کو صبر کنین. حالا طبق چیزای ایجا میگه اوورد. حالا
خیلی وقت ویدیو طولانی نشد دیگه. چیزی مونده تست کنیم. ویندوز مدیا پلیر هم هست. نمیخوام اینجا تموم کنم ویدیو رو چون اولشیم. آقا بریم تو کنترل پنل و ویندوز ایکس دوری بزنیم. بریم ویدیو واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. همینجوری اومدم ضبط کردم به رکورد و بعد وصل کردم. اسکرین رکورد کنم چی میشه. آقا بخش تمزشه این ویندوز. اولا این ویندوز رو انتخاب کردم چون که بهترین ویندوز بود. چند تا تم داریم ویندوز 10. نه ویندوز 10 نمیتونیم پای مقایسش کنیم چون واقعا تم های ویندوز 10 بیشتره. یعنی چی شد فرق نکرد. ولی ویندوز کلاسیک اگر از ویندوز 7 استفاده کنید هم داریم ویندوز کلاسیکو. نگاه کنید چی شد. این عین ویندوزهای قدیمی مثلا ویندوز 2000 ویندوز 98 عین اونا شد. مثلا تو ویندوز 7 یه ذره این ظاهر تسکبار فرق میکنه ولی اینجا خیلی دیگه قشنگ خود ویندوز 2000 بشنم پایین تر. تم هم میتونیم بهش اضافه کنیم. ببینم میشه. بلش این همون ویندوز ایکس پیه. آره همون اصلیش. حالا درست این هم که دسکتاپشه. این چیه؟ میتونیم عوض کنیم والپیپرها رو. آها این فکر کنم برای نه بک‌گراند داره که درست اومدیم. نه اسکرین سیور. من هنوز ویندوز 10 هم اسکرین سیور میذارم. اسکرین سیور دیفالتش ببینیم. همین نه این ویندوز ایکسش مال متحرک دیگه. پوینتر من کجا رفت؟ چه پوینترم گم کردم. اون بالا خب بگم بالای دیگه. گیر کرد. آقا بریم بیایم تو من اینا بتونم درستش کنم اینجوری. شدیم. خب برگشتیم یه جوری درستش کردم. چه شد یهویی من نمیدونم. آره اینجاست اومدیم بعد. آقا ببینیم اسکرین سیورهای مختلفی هم دارن رو اینجوری میبینیم لازم نیست همه رو. آها اگرم پیج دیجیاتور رو توی یوتیوب، آپارات، اینستاگرام، تلگرام هم دیده باشین این نوع جز بهترین والپیپرهای تاریخ ویندوز معرفی کردن. دیگه چی داره؟ این هم توشون بود. آره این هم در اصل مال ویندوز 95 بود اگر اشتباه نکنم. همین بود. این هم که کلن بوده اصلا پای ثابت اسکرین سیورهای ویندوز بوده تا به جای من دیدم. چه علاقه خالق این چه اسکرین سیور بلانک اصلا نمیدونم واقعا چرا اینو با اسکرین سیور مانیتور رو خاموش میکردیم بهتر بود که سرش گیج میره. خب اینو نگاه کن آدم. همینه. اینم پیکچرهای خودمونه. اینم توشون بود نه؟ تو چیزایی که دیجیات منه میبینین یا نه؟ برید پیشنهاد کن حتما پیجشون رو دنبال کنید. نمیدونم واقعا دیجیات یکی از معتبرترین سوشال آیکون تا دیدم. سوشال که نه رسانه. اینم اصل کاریش دیگه. مرسی قانه بخیر. اچ تاش بود اصلا نه هنو مونده بود. این هم مثلا ظاهره بسری این جینگولک بازی خود ویندوزه چجوری میخوایی تمش بدم. اینا که سایز اسکرین من دستش نمیزنم چون این به بعد وقتی نه تو چیکار کردم. دیگه اپلای زدیم دیگه.
خدا رو شکر فرقی نکرد. بله دیگه چی داریم ویندوز ایکس پی؟ نه با بازیش کاری نداره. ایناش هم بدی نیستن. چی شد اصلا نفهمیدم. آقا در کل نتیجه گیری کلی بکنم. من دیگه واقعا نه هیچی به ذهنم نمیرسه بگم به ویدیوم طبق چیزی من در میدم شد 16 دقیقه خیلی زیاد شده. حالا تو کاتا ادیتای کارش میکنم کمتر بشه. خلاصه که لایک کنین، کامنت بذارین. چرا؟ چون که یوتیوب این دیگه واقعا تکراری باشه. من میگم همه یوتیوبر ایرانی دارن میگن چون که ما از وی پی ان استفاده میکنیم و یوتیوب ما ربات تشخیص میده و میبنده. حالا این کسی از این چرت و پرت هست که دیگه مجبوریم. حالا یه ربات چه خطری میتونه براشون داشته باشه، ولی کامنت بذارین که ربات تشخیصتون نده. حتی لایک هم کنین باز ربات تشخیص میده. ولی من واقعا دیدم تو یوتیوب کامنت خوب و عالی میذارین لایک نمیکنین. خب برادر من چرا؟ برادر من، خواهر من، چرا لایک نمیکنی؟ چرا کامنت نمیذاری؟ کامنتی میذاری چرا لایک نمیکنی؟ دست کامنت همه خوب و عالیه. لایک بکن، شیر هم بکنین برای دوستاتون اگر خوشتون اومد، یا اگر دوستی دارین که به تکنولوژی علاقه داره برای اون شیرش کنید، شاید خوشش اومد. خب من در همینجا از همتون خداحافظی میکنم. موفق باشید، خسته نباشید، خدا نگهدار، خداحافظ.